چرا بعضی از افراد علیرغم اینکه لوسیون ها و مواد مختلفی رو مصرف میکنن باز پوستشون دارای ککمک چروکیده از شفافیت به اون لولی که باید باشه نیست؟ ما انگار به یه ساختمانی که فونداسیون مشکل داری داره از درون پوسیده و از بین رفته است داریم نمای خوبی رو میزنیم، در حالی که مشکل از داخله. یعنی بعضی وقتا ما مشکلمون از اون لوسیوم و اون مواد مکمل هایی نیست که داریم استفاده میکنیم، مشکل از اون موادی است که میره داخل معدمون. به پلیلیست رسیدن به پوست فوق العاده ویدیو 4 میرسیم. امروز در مورد چند تا از مواد مهم میخوایم حرف بزنیم. اولین مواد ویتامین C هستش. ویتامین C خودش دنیای راجع به پوست. این از طریق افزایش کلاژن سازی باعث افزایش خاصیت الاستیسیته و اون کشسانی پوستمون میشه، باعث افزایش شفافیت، جلوگیری از ککمک و جلوگیری از علائم پیری پوست میشه. توی یکی از تحقیقات که توی مجله کلینیکال ناتریشن انجام شده اومدن دیدن که اون مواد طبیعی که ویتامین C دارن و اونا رو مصرف میکنن به جامعه آماریشون باعث افزایش قدرت ارتجاعی پوست میشه و اون جلوگیری میکنه از علائم پیری. موادی مثل گوجه فرنگی، انار، بسیاری از مرکبات، نارنگی، پرتقال، کیوی، اینا حاوی ویتامین C هستن. دومین مواد امگا 3 هستش. ولی اون چیزی که خیلی مهمه و مد نظر ماست و مورد بحث ماست امگا 3 هستش. چرا؟ به دو دلیل. این که بیشتر از همه روی پوست تاثیر داره، دومی که بدن به هیچ عنوان قادر به تولید حتی یه ذره از اون نیست، یعنی باید حتما توسط مکمل و یا مواد غذایی وارد بدنمون کنیم. امگا 3 از طریق افزایش حفظ رطوبت پوست جلوگیری میکنه از خشکی و اون چروکیدگی پوست. ببینید با حفظ غشای سلولی پوست این میاد از اون خطوط حتی ریز هم جلوگیری میکنه. پس خیلی مهمه. امگا 3 توی مثلا ماهی، گردو، مثلا بذر کتان اینا وجود داره. نتایج تحقیقاتی که توی مجلات مرتبط با تغذیه واسه پوست منتشر کردن اینا دیدن که اگه ما 2 بار در هفته مثلا مواد سرشار از امگا 3 رو مصرف کنیم تاثیر فوق‌العاده جلوگیری از چین و چروک میشه. اینا حتی اشاره کردن که علاوه بر این کار کردش باعث افزایش شفافیت و اون جوانسازی پوست میشه.